پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی گشتین دیزودو توسکولوی بزرگ ابوظبی سزاوار 3 مدال، 1 نقره، 2 برنجی گردیدند. لازم به ذکر است که در وزن تا 90 کیلو پهلوانان تاجیک صاحب 2 مدال شدند. کامرانشاه استوپریان مدال نقره و جهانگیر مجیدوف مدال برنجی به دست آورد. مدال دیگری برنجی را برای تیم تاجیکستان تیمور رحیموف در وزن 100 کیلو سزاوار شد. گفتنی است تیمور رحیموف در اول ماه نوامبر در مسابقات توسکولوی بزرگ باکو سزاوار مدال نقره شده بود. کامرانشاه استوپریان در دور اول بر نماینده بریتانیای کبیر جمال پدگریوف در چهارک فینال بر پهلوان امریکایی جان جاینه در نیم فینال بر رقیب قرغیزش ارلان شیروف پیروز شد، ولی بازی نهایی را به پهلوان روسیه منصور لورسانوف باخت و به این ترتیب جای دوم را اشغال کرد. جهانگیر مجیدوف در اول بر نماینده کانادا محب النحاس غالب شد، ولی در چهارک فینال از ورزشگر ازبک دولت بوبونوف که نیز مدال برنجی گرفت مغلوب گردید. او سپس در قوه آزمایی تسلوبخش بر فرانسیسکو بالانتا از کلمبیا و در قوه آزمایی برای جای سیوم بر ارلان شیروف قرغیزستان دست بالا شد. تیمور رحیموف در دور اول آزاد بود. او در دور دوم ورزشگر شویتسیا امیل میتسون را شکست داد، ولی در چهارک فینال از evgeniy بالیفسکی اوکراینی مغلوب گردید. او سپس در قوه آزمایی‌های تسلوبخش بر ماراتی پومالاینن از فنلاندیا و در رقابت برای جای سیوم بر والری اندویتسکی از روسیه غالب آمد. ورزشگر دیگر تاجیک سامون محمدبیکوف در وزن 73 کیلوگرم جای پنجم را گرفت. او در دور اول آزاد بود و در دور دوم بر یاس میسیلچک از اسلوونیا دست بالا شد، ولی در چهارک فینال از اکماتولو تورایف ازبکستانی که در انجام در این وزن جای دوم را گرفت مغلوب گردید. سامون سپس در قوه آزمایی تسلوبخش کازبک نگوچف را از روسیه مغلوب نمود. در نیروسنجی برای جای سیوم از ورزشگر دیگر روسیه ارمن اگایان شکست خورد. غالبان و جایزه‌داران مسابقات ابوظبی در برابر مدال‌ها با جایزه‌های پولی نیز قدردانی شدند. به برندگان جای اول $5000، برای جای دوم $3000 و برای جای سوم $1500 داده شد. مسابقات در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عرب با اشتراک 223 ورزشگر، 135 مرد و 88 زن از 41 دولت دنیا از 26 تا 28 نوامبر دایر شد. تاجیکستان را در این مسابقه در عموم 10 ورزشگر نمایندگی کردند.